امروز اولین روزیه که این فنچیه که تو تصویر میبینید رو گرفتم و قصد دارم توی 40 روز دستیش بکنم. پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید که تمام نکات دستی شدن برای فنچ یا توتیسانان دیگر رو بهتون بگم. درود به همه فنچ کوچکیای عزیز، امیدوارم که حالا دلتون عالی باشه. این فنچی که تو تصویر میگید من گرفتم و قصد دارم همینطور که بهتون گفتم توی 40 روز دستیش بکنم. و خب دستی کردن پرنده حالا چه فنچ سانان باشه چه توتیسانان باشه یه پروسه خیلی خاصی داره که باید طی بشه و مهمترین نکته‌ای که شما باید توجه بکنید برای دستی کردن چه فنچتون چه توتیسانان دیگه صبره. باید خیلی صبور باشید چون کاریه که کار راحتی نیست، نیاز به یه مقدار حالا تجربه داره، نیاز به صبر زیادی داره و یه نکته‌ای رو باید رعایت بکنید که تا انتهای ویدیو عرض می‌کنم خدمتتون. اولین نکته‌ای که بعد از اینکه پرنده رو شما گرفتین باید رعایت بکنید اینه که پرنده رو جای شلوغی نبرید. یعنی بعد از اینکه حالا قفس پرنده رو گذاشتید داخل قفس، نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که پرنده رو جای شلوغ نبرید که عصبانی بشه و مشکلاتی براش به وجود بیاد. باید یه جای خلوت براش پیدا کنید و پرنده رو اونجا قرار بدید. دومین نکته‌ای که پیشنهاد میکنم حتما انجام بدید، مکمل آنتی استرس یا بکومپلکس حتما به پرنده‌تون بدید. چون که باعث میشه استرس پرنده کم بشه خدمت شما عرض کنم و اینکه باعث میشه که به مرور راحت‌تر به دستی شدن عادت بکنه. سومین نکته که باید بهش توجه بکنید برای دستی شدن اینه که وقتی چون پرنده رو گرفتید و حالا یه جای ساکت گذاشتید و بهش آنتی استرس دادید، سعی بکنید که با دست آروم آروم دستتون رو داخل قفس ببرید و آروم آروم همینجوری که تو تصویر میبینید بتونید بهش تغذیه بدید و خوراک رسانی بکنید. این نکته‌ای که خیلی مهمه و باید حتما بهش توجه بکنید صبره. ممکنه وقتی که شما دستتون رو داخل قفس میکنید پرنده بترسه یا واکنش عجیب و غریبی نشون بده، ولی باید صبر داشته باشید. حداقل 30 تا 40 دقیقه پرنده ها متفاوتن ولی 30 تا 40 دقیقه برای فنچ ها لازمه که این کار رو انجام بدید و صبر داشته باشید. و در آخر هم اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگر از محتوای پرنده ها لذت میبرید یا پرنده‌ای دارید و دنبال سه آموزشی پرنده ها هستید حتما به کانالمون سر بزنید و ما رو دنبال بکنید.